ظاهراً بسیاری از زنانی که در اعتراضهای اخیر سودان اشتراک نموده به حکم 30 ساله پرزیدنت عمر بشیر نقطه تمت گذاشتند، ماه‌ها و حتی شاید سالها از زخم‌های جسمانی و روانیشان اذیت کشند. در ماه اپریل بعد برکناری پرزیدنت بشیر، شورای نظامی روی کار آمد. هفته گذشته این نهاد با اعتراضگران در مسئله تقسیم قدرت به موافقت رسید. ماهی ابایزید میگوید در جریان اعتراضها او را برای پوشیدن شیم لطوکوب کردند. در دوره حکمرانی بشیر بر پایه قانون اخلاق نظارت به دست مردم بوده، آنها می توانند زن را برای پوشیدن شیم حبس کنند. از دستم تیر خورده باشم هم لطوکوبم رو ادامه دادند. آنها با قبیح‌ترین لحن مرا دشنام می‌دادند. من نمی‌توانم حرف آنها را تکرار کنم. وقتی که می‌گریختم 4 نفرشان مرا تعقیب کرده می‌زدند و دشنام می‌دادند. زنان دیگر درباره حمله‌های بدتر از آن قصه می‌کنند. آنها می‌گویند 3 ایون گردهمایی زنان در نزد وزارت مدافعه به طور خشونتبار پراکنده کرده شد و بعضی زنان اشتراکچی شکایت کردند که سربازان به ناموس آنها تجاوز کردند. زنان محلی میگویند بر علاوه تجاوز به ناموس، سربازان لباس تکپوش آنها را همچون رمز شکست زنان در روی ستونهای برق آویخته بودند. النظام دائما بيعاين للنساء رژیم دویم زنان را همچون وسیله برای قصاص و تسلیم نمودن مخالفینش استفاده میبرد. از این رو شرف زن به شرف جامعه مستقیما ارتباط دارد. برای مثال رژیم کوشش میکند تا زنان را تحقیر نموده جامعه را سرخم کند. رژیم میداند که تجاوز به ناموس زن تجاوز به ناموس ملت است. تركيع وإهانة النساء ده بيعني بشكل أو بآخر إهانة وتركيع المجتمع. خبرگزاری ریترز نتوانست گزارش‌ها درباره تجاوز به ناموس زنان سودانی را از منبع‌های مستقل تصدیق و یا رد کند. در گذشته شورای نظامی گزارش‌ها درباره تجاوز به ناموس زنان اعتراضگر را رد کرده است. کمیسیون حقوق بشر سودان تحقیق این عیب‌نامه‌ها را آغاز نمود. زنان دیگر باشد در اعتراض‌های اخیر فرزندانشان را از دست دادند. پسر 22 ساله منال فرح در اعتراض‌ها کشته شد. او میگوید از پسرش خواسته بود که در خانه باشد، ولی پسرش صلاح الدین الطیب به حرف مادر گوش نداد. نظامیان سعی دارند مادر و فرزندانشان را ترسانند، ولی جوانان به کسی گوش نمیدهند. جوانان میخواهند به هدف رسند. انقلابیون و فوتیده ها همه آرزو دارند که اعتراضشان به هدف رسد. این زن دعا میکند که آرزوهای پسرش عملی شوند و حیاتش برابست نرفته باشد.